خدمت محمد سیانکی عزیز هستیم از گزارشگران خوب عرصه رسانه کشورمون. امروز در عراق تو این بازی خیریه نظرشون رو خواستیم بدونیم. خیلی ممنونم از شما. خوشحالم که بعد از سالها دوباره به استان مرکزی و شهر عراق اومدیم. یه بازی نمادین رو با عزیزانمون کودکان کار و در ادامه با پیشکسوت آلبینو برگزار میکنیم. بازی هم داشتیم از بیمارستان کودکان سرطانی و کودکان معلول که آرزوی سلامتی میکنم برای همه‌شون و انشالله که فقط اومدن ما باعث بشه که روحیه‌شون بالاتر بره و مبارزه کنن که انشالله زودتر سلامتیشون رو دست بیارن. خیلی هم عالی. آقای سیانکی یه نظر کوتاه هم می‌خواستم راجع به کلا لیگ امسال بدونیم. لیگمون انگار خیلی کیفیت گذشته رو نداره، حالا با توجه به اینکه هزینه‌های بیشتری امسال شده ولی از نظر کیفی به نظر میاد که نسبت به سال‌های گذشته افت داشتیم. نظر شما چیه؟ من از واژه خیلی سعی می‌کنم خیلی اضافه بکنم. خیلی ضعیف شده، کیفیت لازم رو نداره و من متاسفم بگم که شاید روزهای بدتری هم برای فوتبالمون داشته باشیم، چون ما به زیرساخت‌ها توجه نداریم، به فوتبال پایه توجه نداریم و این میشه ثمرش که الان می‌بینید فوتبال ما در چه سطحی داره بازیش برگزار میشه. جذابیت بسیار پایینی داره. عامه مردم در این مورد صحبت میکنن و خب اینم دستاورد اون عدم توجه به پایه فوتبالمون هست، به آکادمی‌ها هست، به زمین‌های غیر استاندارده و امیدوارم بعد از جام جهانی تحولی در فوتبال ما ایجاد بشه. خیلی ممنون از شما وقتتون